دختران عزیزم، جوانان عزیزم، فرزندان عزیزم، نوجوانان عزیزی سرزمین، در جایی که خدا و رسولش برای شما حق داده به نص صریح قرآن و کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه وسلم، برای هیچ کسی حق ندید که حق را شما بگیره. پایمال بکن به نام عرف و عنعنات و رسم و رواج و قوم و فلان و آبرو و عزت و بزرگواری اجازه ندهید برای کسی. این حق شماست. حق گرفته میشه، داده نمیشود. و من خواهشی من از بزرگانی که در رأس قرار دارن این است که چنین ازدواج های پیگرد قانونی قرار بدهید، اجازه ندهید و حیات این دسته های گل بازی بشود. و منظور و مقصد من تنها یک ویدیویی نیست، ویدیوی خاصی که فقط در فلان صفحه و فلان صفحه نشر شده یا در میدیا و صفحات دست به دست میشه. و هدف این است که ما شاهدی هزاران ازدواج اجباری و تحمیلی در جامعه خود هستیم در گوشه و اطراف افغان.